درود آقای سعید آریامنش، خیلی خوشحالیم که امروز قرار یک مصاحبه ای رو با شما داشته باشیم. بریم سراغ سوالات مصاحبه. در وعده اول یک بیوگرافی از خودتون معرفی کنیم که ممنون میشیم. درود بر شما و بر مخاطبانتون. من سعید آریامنش هستم، 36 سالمه و خدمت شما که هر صورت مقطع تحصیلاتم ارشد عمران، مرتبط با ترید نبوده و همین حالا هر سال داریم. خیلی هم عالی. آقای آریامنش، چجوری با بازار فارکس آشنا شدید و از چه سالی فعالیت خودتون رو شروع کردید؟ حتما من عرض به خدمت از سال 2018 شروع کردم، ولی خب نه به صورت حرفه‌ای. آشنای من از طریق یکی از مشتریای وی آی پی بود. من اون زمان به صورت حرفه‌ای بورس رو کار می‌کردم و یه سری افرادی بودن که سرمایه داشتن و من بهشون مشاوره میدادم که حالا تو بورس چجوری سرمایه گذاری کنن، چی رو بخرن، چی مثلا کار نکنن. بعد یه آقایی بود به اسم عادی از تبریز و مثلا عرض به خدمتتون سرمایه خب نسبتا بالایی داشتن، تو فارکس فعال بودن و ما خیلی با هم صحبت می‌کردیم. ایشون سعی می‌کرد مثلا منو علاقه‌مند کنه به فارکس و منم همچنین علاقه‌مندشون می‌کردم به بورس که استارتش از اونجا خورد. درسته، خیلی هم عالی. برای سوال سوم در مورد سبک معاملاتی خودتون اگه یکم توضیح بدید برای ما عالی میشه. حتما. سبک فعلی که من دارم باش کار میکنم سبک ترکیب پرایس اکشن و ایچیموکوه. حالا این سبک خیلی مثلا میپرسن که سبک چی کار میکنید؟ پرایس اکشن نزدیک 20 تا سبک داره. سبک پرایس اکشن من کاستومایز شده، شخصی سازی شده. حالا یه جایی شبیه مثلا البروکس، یه جایی شبیه مثلا آی سی تی، یه جایی شبیه آر تی ام، ولی در کل ذاتش شبیه هیچ کدوم اینا نیست، چون بیشترش تجربیات چند ساله خودم تو این بازار است. درسته، خیلی هم عالی. یک توصیه‌ای که برای افرادی که تازه وارد بازار شدن رو اگر که به ما بدین و اینکه با توجه به تجربیات خودتون باشه خیلی عالی میشه. حتما. خب برای اون کسی که تازه وارد میشه معمولا جذب چیزهایی که زرق و برق بیشتری داره میشه. توصیه‌ام اینه که به چیزهایی که میبینید به شکل ظاهری اعتماد نکنید. یعنی لزوما اون فردی که 1,000,000 فالوور داره تریدر خفنی نیست. اون فردی که مثلا پکیجای خیلی پرفروشی داره ممکنه اون مسیر درسته رو نتونه به شما نشون بده و برعکس خیلی گمراهتون کنه و اون زمان رسیدن به مقصده رو براتون طولانی کنه. توصیه دومم اینه که بچه‌هایی که وارد میشن شاید فکر کنن بعضیاشون که مثلا به آی کیو بالاتر ما باهوشیم، زود یاد میگیریم. این کاملا اشتباهه. اصلا تو این بازار به میزان هوش آدما نون نمیخورن، به میزان کنترل ذهنشون نون میخورن. هر چقدر رو احساسات یعنی تو شغلای دیگه نمیان تو برگه مصاحبه به شما بگن که شما چقدر مثلا مشکلات روانی داری نداری، کنترل ذهن داری یا رو احساساتت غلبه داری نداری. اما دقیقاً تو این شغل به میزان احساسات و کنترل اونا هست که آدم‌ها سود یا ضرر میکنن. خیلی هم عالی. بزرگترین مشکلی که در بازار بهش برخوردید چی بود و خب به چه شکل اون رو حل کردید؟ بزرگترین مشکل شاید باورتون نشه، من یک سرمایه گذاری به من یه سرمایه نسبتا سنگینی داد و من خب تو بروکری که بهش اعتماد داشتم و سرمایه وارد کردم که باش ترید کنم و خب یه مدتی کار میکردیم، خواستیم سودا رو خارج کنیم. خب رقم نسبتا سنگینی بود و من یه تجربه جدیدی کردم که تلخ‌ترین تجربه هم تو این بازار بود. من تقریبا تا آستانه یه سکته واقعی رفتم، با اینکه شاید به سنم نخوره ولی واقعا رفتم و برخلاف مرسوم واریز برداشتا نزدیک 2 روز طول کشید که اون مبلغ رو به حساب ما واریز بکنن و من تقریبا تو اون 2 روز کاملا ناامید شده بودم. چرا؟ چون مکاتباتی که میکردم برخلاف مرسوم عادیش که مثلا مکاتبه میکردیم پیام میدادیم پشتیبانی زود جواب میدادن، ولی این سری کاملا جوابا سربالا بود. شما دیگه پیگیری نکن، ما خودمون نتیجه رو میگیم، اصلا زمانش مشخص نیست. و من کاملا تا دم سکته رفتم، یعنی قشنگ قلبم سوز کشید، دستم بی‌حس شد و اون موقع فهمیدم که
مهم نیست چقدر حرفه‌ای هستی، اول جایی که زیر پات سفت باشه رو پیدا بکن، درسته. بعد اونجا کار کن. و متوجه شدم که دیگه از اون زمان به بعد من با هر بروکری کار نمی‌کنم و به شدت سختگیرم که کدوم بروکر باید باش کار کرد. خیلی عالی. به عنوان یک سوال شخصی در آخر میخوام ازتون بپرسم که اگر یک خاطره سود یا ضرر توی بازار دارید رو برای ما تعریف کنید و خیلی عالی میشه که بینندگان رو در جریان بذارید. حتما. خب من خاطره تلخمو گفتم، تقریبا تلخ‌ترین خاطرم این بود و من دیگه فکر می‌کردم که هیچ وقت از لحاظ پیک روانی استرسی مشکل بدی برام پیش نمیاد، ولی پیش اومد با وجود اینکه حرفه‌ای بودم و درآمدم داشتم. اما فهمیدم یه سری عواملی عدم قطعیت ایجاد میکنه که همه چیزم دست تو نیست، به شرطی که قبلا جاپاتو صفر کرده باشی با این مشکلاتم روبرو نمیشه. اما خاطره حالا خنده‌دار فکر کنم بگم بهتر باشه که تلخ و شیرین با هم باشه. خاطر خنده‌دارم اینه، من زمانی که شروع کرده بودم 2 ماه بیشترم نبود که شروع کردم، ولی خب کوبنده شروع کردم. یعنی من شبانه روز شاید نزدیک 18 ساعت آموزش میدم، از این کلاس آنلاین به اون کلاس، از این پکیج به اون پکیج. چندین دفتر نوت برداری کرده بودم و سورس میکردم کلی، یعنی هاردم پر شد از اطلاعات، از بس سریع دیتا جمع میکردم. من اون موقع کلا رو ابرا راه میرفتم، یعنی فکر کردم گفتم که آره به هوش و من زودتر راه 10 ساله رو تو 2 ماه میرم و اینا. اینقدرم جوگیر شد. یه سایت بود مثل حالت توییتر، تحلیل‌ها رو منتشر میکنن اینا. خب من هر چیزی یاد میگرفتم یه تحلیل اونجا منتشر میکردم، هی یاد میگرفتم یه منتشر میکردم. به واسطه این تحلیلایی که منتشر میکردم یه آقایی با سرمایه بسیار سنگین اون سال نزدیک به 18 میلیارد تومان به من پیشنهاد سبدگردانی دادن. هیچ وقت یادم نمیره من اون روز به قدری خسته بودم که مثلا من تا شب چشممو به زور باز نگه داشته بودم، مثلا به این فکر کردم 1-2 ساعت بخوام دوباره بشینم ادامه فیلممو ببینم. این خبره که اومد به قدری سطح آدرنالین خون من اومد بالا که من تا 4 صبح اصلا دیگه پلک نمیزدم. یعنی از اون ور ماجرا به رفیقم پیام میدم، گفتم نگاه سبدشو عکس فرستاده، مثلا تعداد برگ سهامش چند میلیون ام زده تعداد برگ. گفتم باورت میشه کیاوش، مثلا اسم دوستم بود، کسی که منو اولین بار با بورس آشنا کرد و باورم نمیشد. بعد خنده‌دارش حالا کجاست؟ خنده‌دارش اینه که اینقدر هنوز نپخته و خام بودم، مثلا من حق تقدم رو نمیدونستم. سهامی که اولش یه حوله میاد یعنی حق تقدم سهام. به این آقا خب تقریبا نزدیک چند ساعت ما تلفنی صحبت می‌کردیم، یه بازرگان معروف تهرانی بودن و خب رقم سرمایه خیلی بزرگی داشتن. لابلای صحبت داشت میگفت آره یاد میاد مثلا بازار درگذشته. خب من انقدر نمودارهای گذشته دیده بودم، هر خاطره اون میگفتم میدونستم، انقدر مطلب خونه، انگار کسی که چند سال بوده. آره یادم میاد اون سال اینجور شد اونجور شده اینا. لابلای حرفاش یهو گفت که مثلا این سهام مثلا حق تقدم هست فلان. من نمیدونستم حق تقدم چیه، سوتی دادم دیگه تمام شد. این بنده خدا دیگه متوجه شد که آماتورم و سبد رو ندادم، ولی من تقریبا هر وقت یادش میافتم خندم میگیره و خوشحالم که ندادن، چون اون موقع واقعا انقدر جوگیر بودم که شاید سبد ایشونو میگرفتم و شاید ادعای حرفه‌ای بودن داشتم ولی اصلا نبودم. اگه 100 نمره بگیریم شاید من یکی از اون 100 هم نبودم اون زمان. سلامت باشید. به همچنین من برای شما و همه مخاطبانتون آرزو موفقیت دارم. امیدوارم که مثال بهتر کنم.